امروز قراره یک سیستم خیلی ساده بهتون آموزش بدم که به واسطه اون سیستم بتونید به راحتی تمرکز بالایی داشته باشید و در نتیجه اون تمرکز بالا کار عمیق انجام بدید. با من همراه باش که این سیستم رو برات توضیح بدم. اولین چیزی که از این سیستم باید به یاد داشته باشی استفاده از قانون پاداشه. ما باید برای انجام دادن هر کاری که برای خودمون برنامه‌ریزی کردیم یک پاداشی در نظر بگیریم. این پاداش میتونه همون استفاده از گوشی باشه، خرید یه بستنی، بیرون رفتن و هر چیز دیگه. اینکه یک سیستم پاداش مشروط داشته باشیم خیلی کمک میکنه که سطح تمرکزمون بالاتر باشه و بتونیم کار عمیق انجام بدیم. این سیستم پاداشه باید برای هر فردی فرق کنه. این اینجوری نیست که من یک ریتم رو بهتون بگم، یه تعداد چیزا رو بهتون بگم برای همه جواب بده. اینی هم که گفتم صرفا برای خودم پاسخگو بود و شما هم باید برید بگردید بر اساس تجربه و چیزهایی که براتون مشروط هستن و میتونید از اونها استفاده کنید. دومین چیزی هم که باید از این سیستم مد نظر داشته باشید این هستش که بتونید تفکیکی بین مرز استراحت و کارتون داشته باشید. یک مشکلی که ما داریم دقیقاً این هستش که نمیتونیم کارمون رو از استراحتمون تفکیک بدیم. یعنی وقتی داریم کار میکنیم همش ذهنمون اینجاست که خب حالا کی برم استراحت کنم، ولی وقتی میریم استراحت میکنیم کل فکرمون اینجاست که باید کی چیکار کارامو چجوری انجام بدم، چرا کارامو نصف و نیمه تمام کردم. همیشه این تفکیک آدما رو اذیت میکنه. اونم صرفا به خاطر اینه که ما نتونستیم برای هر کدوم یک روتین ایجاد کنیم. مثلا خود من این مشکل رو داشتم و روتینی که برای کار پیاده سازی کردم دقیقا این بود که اومدم اقدامک هایی رو نوشتم. گفتم خب من که صبح میرم سر کار این سری اقدامک ها رو باید انجام بدم. این اقدامک ها تموم بشه من اینجا وارد فاز استراحت میشم، اینجا وارد فاز فلا میشم. و وقتی که کارم رو تمام میکردم یک ذهن آسوده داشتم. حتی اگر کاری مونده باشه میدونستم چون میدونم فردا اینا رو انجام میدم پس استرس مازاد نمیگیره. این توی سیستم خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم خیلی راحت تر تمرکزمون رو ببریم بالا و ذهنمون درگیری چیزی جز کار نداشته باشه. سومین چیزی که باید مد نظر داشته باشیم برای اینکه بتونیم تمرکز بالاتری داشته باشیم اینه که تخلیه انرژی کنیم خودمون. ما در حجمه از انرژی هستیم. به نسبت نسل‌های گذشته تحرکمون خیلی پایین‌تر شده به نسبت نسل‌های گذشته که الان هیچ تحرکی نداریم. نیاز هستش که هر چند مدت یه بار این تخلیه انرژی اتفاق بیفته. من خودم جمعه‌ها رو ترجیح میدم که این کار رو انجام بدم و تخلیه انرژی داشته باشم. یه کار خیلی ساده انجام میدم برای اینکه در طول هفته تخلیه بشه. باشگاه میرم برای اینکه بتونم آخر هفته خودم رو تخلیه کنم. یک سفر نصف روزه میرم و یه دیدار خیلی کوتاه انجام میدم. با دوستان میرم بیرون و از این سری کارهایی که از شما انرژی میبره و سطح کورتیزول خونتون رو میاره پایین. ترکیب این سه تا کمک میکنه که شما بتونید تمرکز بهتری داشته باشید. سلسله ویدیوهایی که گذاشتیم دقیقاً تمرکز کامل توضیح دادیم و این ویدیو آخری هستش که قرار سیستم طراحی بشه برای اینکه ما بتونیم تمرکز بالایی داشته باشیم. ترکیب این سه ویدیو به شما کمک میکنه که سطح تمرکز بالایی داشته باشید و بتونید به راحتی کار عمیق یا همون دیپ ورک رو انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد همراه من چنل رو ساب داشته باشین.